سلام دوستان، امروز میخوام تازه یک کانال یوتیوب بزنم. شاید به چیزتون هم نباشه، ولی خب هم اولین ویدیو بذارم که این بازیه. امیدوارم که دوست داشته باشید. بریم سراغش. این یه ریپافه و بازی اصلی نیست، یعنی الان اینا کاراکترش اصلی نیستن و در واقع اصلی چه چیز دیگه است. ما الان تا دوستش میگه بازی کنیم، خاطر همین اینو گذاشتم. بچه شما خیلی ریقو هم اینو میذارم. خب لینکشو واسه شما میذارم داخل چیز تا شما هم بتونید بازی کنید، براتون مارکت بزنید دیگه. واسه ایزی هم حالت آسونش باید داخل کامنت ازم بخواین. خب لایک های ویدیو هم به 100 تا برسونید حداقل. چپتر 1 2 تا چپتر رو با هم میریم. اوکی خیلی خوب. اوکی گرنی و اینا نیستش که دست بذاره اینجا ما باید روی دست بزنیم. خودش باید بزنیم رو خودش. واو واو فکرم این داده 300 لاش خالی. چه منطقی. چون من با یه دور از روی این برم تا بفهمم چیه. کل اتاقا رو اول که اکسپلور میکنیم برداشتنی چیزاش. گلیچه چرا برن چه نوشته یوبیکات دیسینگ. من باید فکر کنم چند تا پارت دیگه هم ازش بردارم. اینجا هم تا دیگه است. من خودم به شخصی اینا رو تو یوتیوب پیدا نمیکنم. وقت نه پیدا کردم گذاشتم اینجا. واه بوست مودم که ما نمیبینم. تازه اینا اصلیش هم نیستن، خود گرنی ساده برش داشتن. پشما. خیلی خوب الان ما اینا من با کل جا رو بگردم تا بفهمم چیه چی قراره. شیشه است. نه ترپ بود. اوکی چای خوشداری اومد بسم. بکنم همونه. الان داره دور برشو نگاه میکنه تو منو پیدا کنی. من گوستم نمیتونی پیدا کنی. این سیمه نیست احتمالا. نمیدونم هرچی نمیدونم میذارم اینجای فرش. اصلا شروع باید با حالت گوست باشه. باید سری چیزا رو آدم بفهمه چی قراره. خیلی خوب اینا هم رفتم پایین. این اتاق نی گرافیکش یه ذره چیزه، ولی خونه و اینا هم به آدم یه حس میده. این خدا وکیلی هیچ کدوم اینا رو هیچ جای یوتیوب پیدا نمی‌کردم. این انا پیداش کردم. School's out. واو دیوارم همچین کیفیت نداره. نورش چیز میشه.
پس داستان از این قراره. یاد شد اینجا فکر کنم به این نیاز داشته باشیم. الان ما نمیبینه دیگه. اینجا چی؟ اینجا ما رو نمیبینه. چرا؟ اینجا ما رو میبینه. برم پای عزیز. ولی یه چیزی که شبیهش اینه که داخل بازی چیزشم این همچه دوربینا رو نگاه میکنه. صدا مدای چی نمیشنوه. نمیدونم صدا میشنوه نمیشنوه. در میشنوه نمیشنوه. طبقه بالا منو کلی مونده. این به دردمون نمیخوره الان وقتی تو حالت گوستیم. اینا هم که فکرم هیچ چیز خاصی اینجا نیستش. این دیگه خدای کیفیتش چیزه خونش. اینجا هم میشه فقط یه چیزی برداریم آجر رو بشونیم. این اتاق در هیچی نبود فوش بهشون میده. این خب کنم اینه گلوله هم تا موقعی داریم گلوله برمیداریم که هیچی. بعدش هم که پارتا رو پیدا کردیم. نمیدونم کل جا رو گشتیم یا نه. سی پارت چیزش اون یک پارتش از توفنگه. اون طبقه اولی که دیگه کامل چیز کردیم دیگه. نگاه کردیم. این طبقه خیلی خوب. پس از این قراره پشت اینم باز یک باری چیزی بود. الان دوباره میخوام برش دارم برم اون بالا چیز آره دیگه بالا. همچین چیزی یادم بود یه جایی بود. نمیدونم کدوم اتاق بود. این نبود. چه چک وای چه چک و شرم باید بیارم. خب الان این ما رو میرسونده اینجا. خب الان این که ما رفتیم به دردمون نخورد. همین دلیل بندازیمش. ای که من اینجا هم باشه. اوه چه سیز هم گرفته. خیلی خوب الان هر جایی که باید رو اکسپلور کردیم. هیچ گویی پیدا نکردیم. چپه اونجا هم واسم سواله چی با برداریم. چرا واسه این اتاقا شروع کنیم. طبقه پایین کلود بازم کلید فقط نه کجا بزنم. اوف اینجا جاییه. آخه ناموسن کرم داره سازنده. اینو گذاشتیم تا هیچ پنجی بشری پیداش نمیکنه. این به دردم میخوره. چه فکر کنم واقعا صدا رو میشنوه. از که الان رفتیم تا اینجا هم دنبال هم افتاده. کلاسیکاش یکی نیستن. نه خدایی
منطقش الان کجاست دقیقا؟ برش کن. چرا تا ته رو میرم ولی فکر کنم یه اتاق دیگه هم دیدم، نمیدونم کجا بود. It's necessary to repair the car. فکر کنم همون راه ماشین باید بریم بیرون، چون کل وسیله هایی که داره میده واسه ماشینن کلشون. آن نوشت find car wheels. الان دوباره یه دونه دیگر هم باید پیدا کنم. برای اینجاست. خب اون یکی اتاق هم برم ببینم شو بستنش. هیچ پیدا نمیشه. اوه خب الان به اون چیز نیاز داریم. فقط نمیدونم چه راهی باید بریم برسیم به اونجا. نه بالای را پلا گذاشتم شاید ببینم کجاست. کلش هم گلیچه. این خب الان تا که رفتیم کجا بود؟ همینجاست فکر کنم، چون به غیر از اینا من تا الان در دیگه ندیدم از اینا. همینه. آره دقیقا همینه. آره دیگه خدا لعنتشون کنه. فان کار کی دیگه فکر کنم آخرین چیز دیگه، برای اینکه کلی داشتیم میگشتیم. کلید میخواد دیگه کلامش. دو تا اتاق هم جای گشتن هستن. خب نامساینا چی استفاده کنم؟ اینو ببرم. وای تبر دوباره لازم داریم. ای دادم توی شانس. اینو فکر کنم به ناس چیه بالا که میریم سمت اول خواستم چیزشم بدیدم نه. کلید سبز لازم داره. ایز سیف ساون گیرم من گیرم صفر کنم و یه دور دیگه هم بیاد. نوشتش کلم پرید فکر کنم نشد اینا نمیتونن اینجا بیان. تبر رو باید من پایین بیارم. پارکینگ رو برکنده چوب بودم.
نه اینجا نبود که داخل اتاق. تو نکنم هیچ بشری داخل جعبه کلید بذاره، چون الان 100 تا چیز پیدا کردم دیگه، نمیاد که اونم بذاره تو جعبه شه. اینم از تبر ببینم چیزی میده. خوبه 3 بارم ویدیوشو دیدم که چی کار میکنه، هیچی ازش یادم نمون. خب الان این روش که دونه به دونه دارم اون میبینم خیلی چیزه، ولی باز به درد بخوره. حق مساره. باید چیکار کنم؟ قشنگ لیز میخورم میاد تا تهش. اون میت دردمون نخورد. چوه حاجی ته یخچال واسه اون شیرکاکائو نگه داشتم. این اتاقم که دیدیم این انگل دارده بود. سیم اینو نکندم، خدای من سیم اینو نکندم. حالا من فکرم پیچ های اینو باید آره گن زدم. من قشنگ می نویسه واسم که چیو باید مثلا کدوم وسیله واسه چیه، کدوم میشه واسه چیه. بچه خب چیز در سبز بودون بالا همون راه قفلش سبز بود، اینم که کلیدش چیزه. ببینم میخوره به این. You are safe. Did not like چون ریپافه و آره. واجی ورک بنچ اینجا الان باید چیز میکردم، اون یکی بخشی چیز هم پیدا میکردم، توفنگه هم میذاشتمش اینجا. این چند دقیقه بهم وقت پیدا داره اینجاش هم چیز میکنم، اسکیپ میکنم اگه خودتون نمیخواید برید داخل این تایم، چون دیگه اینجا دیگه کار روشم فهمیدم چیز یعنی پیداش کردم. خیلی خوب طبق بالایی رو خیلی خوب نگشتم، احساس کنم اینجا باشن. دوربین بازی قشنگ چک کشه وای.
همه چی یادم اون غیر از این چکشه. طبقه بالای چیز دیگه هم بود، این چیزه همینجاست. یعنی همه چی یادم مونده و غیر از این یه تیکه به درد نخور. جالبه غیر از دیفیکالتی بازی من چالش هم میتونم بذارم، حالا مثلا داخل این بازی ها چالشی چیزی نه رو گرفتم کلشو. ورکبنچ اوه 6 تا بولت. این واسه چیه؟ something short to break the safe. screwdriver. همونه وایسا من اول اینو بزنم. نه چند دقیقه بعدش پا میشه، این فرق با اون نداره. سرطانو باسن داره. سکریو کجاست؟ ایناش شیش 4-1. نو نه تهش نبودم، فکرم 6. نو 4-1. کلیده خیلی این دوتا رو به چوخ دادم و الان چون من داخل ویدیو که دیدم یعنی دری داشت در میشکن، در گاراژ بود. این الان در رو نشکن، فقط چند صدا خودش تولید کرده. مسخره. میخوایم مودی چیزی بسازن نمیتونه این آدم. ستینگانه چی داره؟ سنسیتیویتی نبود. اچیومنتس داره. پشمو چطور دوام بسونم ویدیو ترم 23 دقیقه شد. چپتر 2 شد، داخل قسمت دیگه میرم. این قسمت نمیشه چون واقعا چیزام چند دقیقه شد. آپلودش تو یوتیوب هم زمان میبره. فعلا خداحافظ. واسه پارت بعدی که گفتم برم رو دیفیکالتی ایزی باید به 100 تا لایک برسونیمش.